بریم با هم دیگه میکاپ تناس و عشق ابدی رو انجام بدیم. سری پیش که میکاپ خز سفدا رو انجام دادم که اگه اونو ندیدید ببینید، لینکش این زیره. باز میکاپ تناس، به موهام گیر ندید و 2 ساعت داشتم رو همین موهام کار میکردم. تهشم اینجوری شد که این با این یکی نشد. برای سایش فقط از یک رنگ صورتی استفاده کرده، دقیقاً از همین رنگ. منم که عاشق رنگ صورتی، مخصوصا این نوع صورتی ها. یه چیزی که این سایه داره، کل پشت پلکو که میزنه هیچ، قسمت بیرونی هم به حالت تیزی. از شخصیت تناس خوشم میاد. یه دختر گوگولی و کیوت و نازنازیه. شاهین اونطور که باید برای تناس احساسات به خرج نمیده. حالا چرا؟ فقط 2 حالت داره. شاهین یا درونگرا هستش یا از تناس اونطور که باید احساسات نگرفته. شاید منتظر کیسای دیگه ایه. از کانتور که استفاده نکرده، ولی رژگونه آره. رژگونه‌اش خیلی ملیحه و کمه. همینقدر کافیه. این دختر اصلا رژ نزده. پس در نهایت فکر میکنم یه بال کافی باشه. بگید ببینم چطور شدم. حتما تو کامنت ها بگید که سری بعدی میکاپ کدومی که از شخصیت‌های عشق ابدی رو انجام بدم. شاهین